سلام دوست من. سلام به دوستی که منو میشناسه، چون خودم بهش گفتم که یوتیوب چنل زدم، و دوستی که منو نمیشناسه و دوستایی که منو میشناسن و از روی صدام تشخیص دادن که من کیم. خب این سری دوباره میخواستم بیام و یه چیزی رو رنگ کنم، ولی بعد نظرم عوض شد. راستش یه ایده جدید به ذهنم رسید و گفتم که بگم چجوری ایدهش به ذهنم رسید، شاید جالب باشه. من داشتم درس میخوندم، همونطور که دارید میبینید، برای آزمونی که دارم، و برای اینکه یه ذره حوصله‌ام بیاد سر جاش و تنوع بشه و اینا، اومدم چیکار کردم، رفتم تو یوتیوب یه قسمتی، یعنی سرچ کردم همین ویدیوهایی که استادی وید میان، ویدیوی بنده خدا رو گذاشتم و همونطور که اون داشت درس میخوند منم باش درس خوندم. یه آهنگی گذاشته بود پس زمینه ویدیوش که مثلا بی کلام بود، پیانو بود، جالب بود و این کمک میکرد که من راحت تر درس بخونم. حالا اونی که داشتم میدیدم توش تکنیک پومودورو به کار رفته بود، از اینا که 25 دقیقه 5 دقیقه. بعد دیدم که جالبه، اون بنده خدا که داره درس میخونه اصلا جالبه، حالا منم میتونم این قسمت از کار و زندگیمو نشون بدم و این سری روی این مدل ویدیوها کار کنم. خب این از این که ایده چطور به ذهنم رسید. حالا نمیدونم جالبه یا نه، اگه دوست داشتید میتونید برام بنویسید که باحاله یا نیست، مثلا قبلیه بهتره یا این بهتره. البته که کلی ایده جدیدم دارم که هر سری میتونم یه کار جدید بکنم. خب چند وقتیه که یه موضوعی در ذهن من رو درگیر میکنه، دوستای زندگیم. گفتم شاید جالب باشه که راجبشون صحبت بکنم. من آدم درونگرایم و حالا بعضی میگن درونگرا، ولی اونقدر هم آدم نیستم که نتونم با هیچ کس ارتباط بگیرم. ارتباط میگیرم، ولی خب قاعدتا با آدمایی که توی دایره امن خودم هستن راحت تر حرف میزنم و بیشتر میتونم خود واقعیم باشم و اینا. یعنی منظورم اینه که تو زندگیم دوست پیدا کردم، مشکلی نداشتم تو دوست پیدا کردن هیچ وقت. از همون اولا تازه اون موقع ها بیشترم خودم رو تو جامعه بروز میدادم و راحت تر صحبت میکردم. پنجره رو ببندم، یه سری صدا از بیرون اومد. خب بعد ولی الان این قضیه دوستی ها یه ذره عوض شده و ذهن منو درگیر میکنه. مثلا این که من دوستای زیادی داشتم که تو زندگیم بودن و واقعا یه زمان بیشترین تایمم رو با اونا میگذروندم و بهترین دوستان بودن و فکر میکردیم که همیشه قراره با هم باشیم. پنجره کامل بسته نشده بود، ببخشید. قراره با هم باشیم و اینا، ولی متاسفانه نه، این اتفاق نیفتاده و یه جورایی میشه گفت تاریخ انقضای اون ارتباط گذشته. یه بنده خدایی بود که کل کودکی منو شکل داده و از اقوام هم بود. من خیلی باهاش دوست بودم، واقعا میرفتم خونهشون، اون میومد خونمون و کاملا با هم مچ بودیم. ولی بعدش توی کرونا و کنکور من و اینا هم دیگه رو ندیدیم خیلی، یعنی یه جورایی میشه گفت 2-3 سالی وقفه افتاد توی دوستی ما. و وقتی که برگشتیم الان میبینم که نمیتونم، میدونی، انگار انقدر از هم دور شدیم که دیگه اون آدمای قبلی نیستیم و هر چقدر من تلاش کردم باز نشد. احساس میکنم اونم همین حسو داره دیگه، اونطوری که قبلا با هم حرف نمیزد. انگار میدونی دنیا همون از هم جدا شده، مسیرامون جدا شده. البته که این دلیل نمیشه، چون من دوستای دیگه هم دارم که حالا در ادامه راجع به اونا هم میخوام صحبت بکنم.
یه سری دوستم داشتم که حالا نمیدونم میشه اسمشون رو گذاشت دوست یا نه. مثلا تو دبیرستان خیلی با هم خوب بودیم، ولی بعد از اینکه جدا شدیم یه اتفاقایی افتاد. اصلا من شک کردم که من آیا این آدم رو تونستم بشناسم یا نه، یا هم تو دانشگاه خیلی آدمایی بودن که من اینا رو یه طور شناختم ولی بعد فهمیدم که اشتباه کردم و خیلی لطمه دیدم. میدونید همین OCD که راجبش صحبت کردم خیلی اذیت کننده است تو اینجور موقع ها، چون بوده روزایی که من کلی فکر میکردم به همون دوستایی که یا به اصطلاح دوستایی که داشتم و رفتارهایی که اونا کردن یا موقعیتایی که داشتیم، مثلا اون چی گفته من چی گفتم اینا، و اینا خیلی آزاردهنده است. حتی همین الان بعضی وقتا خوابشون رو میبینم تو ناخودآگاه هم هستن انگار هنوز، و مثلا تو خواب اون مسئله دوباره پیش میاد یا حالا یه سری مسائل دیگه پیش میاد و عجیب غریبه. خیلی سخته واقعا. چند باری برام پیش اومده، برای مام بابام پیش اومده که یه نفر رو تو دوست خودت بدونی، کامل بهش اعتماد بکنی و بعد اصلا یه کاری میکنه که انگار میزنه زیر همه چیز. خیلی عجیبه واقعا، درکش برام سخت بود، ولی میگن چون 2-3 مورد دیدم یه جورایی میشه گفت عادت کردم. خب امیدوارم دیگه برام پیش نیاد. از اون طرفم من 2 دوست دارم که باهاشون از کلاس اول دوست بودم، خیلی هم با هم مشکل داشتیم. مثلا با یکیشون توی کلاس دومم کلی دعوا داشتیم، با یکی دیگه تو کلاس 4م و اینا، و یه جورایی مثلا اون موقع ازم پرسیدن حالا دشمنت کیه؟ خب بچه بودم دیگه، مثلا میگفتم فلانی، ولی همون فلانی الان یکی از بهترین دوستای منه. البته که این کلمه دشمن به خاطر این گفتم که اون موقع بچه بودیم و این مسخره بازی وجود داشت، واقعا دشمن هم محسوب شدیم، ولی خب الان میگم بهترین دوستمه. 2 تا البته، و با هم یه گروه 3 رو تشکیل دادیم که این گروه خیلی پایدار بود، خدا رو شکر. خانواده هامون هم البته با هم دوست شدن و با هم 2 تا مسافرت رفتیم. بعد که رفتیم تو دانشگاه دیگه مسیرامون خیلی جدا شد. دبیرستانمون هم یعنی دبیرستان من با دبیرستان اون 2 تا فرق میکرد، ولی بازم حالا ارتباطمون رو یه طور حفظ کرده بود. دانشگاه که رفتیم اصلا من رشتم دندون پزشکیه، بعد اون 2 تا اصلا ریاضی بودن، یعنی یکیشون ریاضی بود یکیشون تجربه، ولی الان دارن جفتشون معماری میخونن و کلا مسیرامون فرق میکنه، ولی بازم خیلی برای هم دیگه آشناییم. من دیروز این 2 نفر بعد از 1 سال دیدم و به قول یکیشون اصلا انگار نه انگار 1 سال گذشته، انگار هفته پیش هم دیگر دیده بودیم و الان داشتیم راجع به اتفاقات هفته گذشته صحبت میکردیم و انقدر حرف زدیم که راستش من صدام گرفت وقتی اومدم خونه. و خیلی برام جالب بود. تنها آدمایی که تونستم برای خودم نگه دارم این 2 تا بودن و هرچقدر بزرگتر میشم این دایره دوستا و آدمایی که بهشون اعتماد دارم و کنارشون احساس راحتی میکنم این داره کوچیکتر میشه. عجیبه، ولی در نهایت خانواده. نمیدونم یه اتفاقی برای من افتاد توی 1-2 هفته اخیر که انگار اصلا جایگاه این خانواده هم، منظورم همین عقاب درجه 1 پدر مادر و حالا خواهر کوچولو، تو ذهنم خیلی بالاتر رفت و دارم سعی میکنم رابطه‌مون رو باشون بهتر کنم، این رابطه‌مو باشون بهتر کنم. یه قسمتی از زندگی آدمو هست وقتی که دارن بزرگ میشن خیلی عجیب غریبه. من اینو بعد از دانشگاه تجربه کردم، ولی خیلیا توی نوجوانی تجربه میکنن که انگار یه دفعه تو داری بزرگ میشی و یه دفعه اینجوریه که خودت یه سری تصمیماتو میگیری. من قبلا اینطوری بودم که برای همه چیز از پدرم مادرم اجازه میگرفتم و کلا من آدم خیلی مطیع و حرف گوش کنی بودم و الان هستم، ولی دیگه اونجوری کوچولو نیستم و این قضیه یه ذره این رابطه ما رو به چالش کشید، من و مامان بابامو.
ولی بعدش دیدم که واقعا ما باید اتحاد خانوادگیمون رو حفظ بکنیم، هرچی هم که میخواد باشه. آره جنس رابطه داره عوض میشه، ولی دلیل نمیشه که بخوایم کلن با هم دیگه اونقدر عمیق صحبت نکنیم، حالا به اصطلاح دیپ تاک نداشته باشیم و این حرفا. و من الان میبینم که یعنی کاملا مشخص از دو طرف داریم قدم برمیداریم به هم دیگه نزدیکتر بشیم و پدر و مادر آدمایی هن که اصلا فوق‌العاده‌ان. درست